سلام به همه از زنگین خیلی خوش اومدید به این ویدیو. مرد ویرسام این بازی ماینکرافت اومدیم با سری مودمون. درسته، سری مود. من اومدم با یه مود جدید، تفنگ های فضایی، که فکر کنم واقعا ویدیو لیمون دیده باشید فهمید که مثلا گفتم همونطوری به شوخی گفتم میخوام با تفنگ فضایی بذارم که گفتن اگه حمایت کنید میذارم، که حمایت نکردید، ولی من باز میذارم تا ششاتون دراد. بس فعلا حرف نمیزنم، میریم سراغ ویدیو. Let's go. خب آقا الان ما اینجا چند تا تفنگ فضایی داریم. اینجا اگه بذارید نگاه کنید، خب اینجا الان یه عالمه تفنگ داریم که من اول ردیفی امتحانشون میکنم ببینم چه قدرت هایی دارم، بعد چند تا برای خودم باس فایت و اینا میذارم ببینم چطورین. خب اول میخوام با این شروع کنیم، چون قیافش خوش آمده. خب این اول دارم میخوام شلیک کنم. آها این فکر کنم میگه شده تابلو دیگه، انفجاری میزنه. گاو بدبخت پود شد. خب این یکی هم فکر کنم این درخت قطع میکنه، اره برقیه قشنگ، یعنی برای مثلا ساخت و سازتون هم خیلی خفنه. خدا وکیلی خب مثلا ساخت و ساز کنین این واسهتون واقعا خفنه. خب حالا میریم سراغ این یکی. این یکی شبیه TNT ایناست، دقیقاً TNT پرت میکنه. این هم به نظرم خفن بود. حالا میریم سراغ تفنگ بعدی به نظرم. خب این تفنگ اینو واقعا سردار نمیگرم چی بذارید روی حیوان بزنم. حیوان اینا چند برابر فکر کنم میکنه حیوونا رو. آره دقیقا همینه. خب این یکی ببینم چیکار میکنه. این هم همینطوری میزنه میکشه. و این یکی خب این ماین میکنه. آره این دقیقا ماین میکنه. قشنگ واسه یعنی ساخت و ساز و اینا خیلی خوبه، چون میره تا پایین. خب واسه تفنگ بعدی هم واقعا ایده خاصی ندارم، یعنی میخواد روی کلن پوشن اینا پس میکنه. لعنت بهت. واقعا تفنگ بعدی هم اینه. نه اینو که تست کردم. خب این تیر پرتاب میکنه، اینم خوبه به نظرم. خب این تفنگ این سیاه چاله است. قشنگ یعنی میکشه سمت خودش. این منظرم خفنه به خدایی. تیرام میکشه. پشمام خدایی. خب بریم فعلا سراغ بعدی ها. خب آقا این الان یعنی خودش معلوم نیست. بزنم اینم این یکی میزنه. این میکنه واقعا نگو فقط خوشگل میکنه. مثل اینکه واقعا خوشگل میکنه فقط. تفنگ بعدی هم فکر کنم این باشه. طبیعت میسازه قشنگ. خب این یکی خب آتیش زنه، آتیش میزنه قشنگ. این به نظرم باحال بود. خب حالا این یکی اینم فکر کنم همونه، ولی فقط برای سنگا. بذار یه تستی من بزنم. آره این واسه سنگاست فقط. خب برای این یکی هم اینی که تست زده بودم. خب آقا فعلا الان ببینیم چند تا باس فایت برمیداریم، ببینیم با این تفنگا مثلا چند تا چیار اصلا میشه کش.
مطمئنا اونایی که مثلا برای ماینن رو که نمیتونی ازش استفاده کنی برای کشتن، ولی مثلا اونایی که میشه باز کشت و اینا رو فعلا بریم براتون انجام میدیم. چند تا باس فایت هم میارم. خب الان فعلا رفتین رو حالت سروایور. اونم این زامبیا رو میتونیم با این تفنگ اول بکشیم. بذارم تو دلشون قشنگ. نه زامبی اینو با دست بزنم باور کنید بیشتر میمیره. خب نه آقا، مثل اینکه با این تفنگ نمیشه خوب کسی رو کش. ببینیم با تفنگ بعدی میشه بهتر کش. خب بله قشنگ زد جرواجر کرد اینا رو. نایس. خب ببینم حالا اینا چی کار میکنه. قشنگ داره اینجا نصف میکنه. خودم بکنم آره خودم هم کار میکنه. خب این تفنگ هم فکر کنم تیراندازه بود دیگه. آقا این دومی تفنگ تیریه که خیلی هم از آن دارد. حالت بازی هم گذاشتم رو هارد قشنگ، یعنی دارم جرواجر میشم. این تفنگ خوبه ها، ولی خب متاسفانه فقط برای چیز خوبه. این تفنگی فکر کنم چیزه اینطوری قدرت های چیشی میده، مثلا اینطوری قدرت رمدو میده. این تفنگ هم به نظرم خوب بود، ولی خوشتن خوبه که آموزشش هم براتون میذارم حتما داخل. تفنگ بعدی فکر کنه آره همینه، آتیششو میزنه قشنگ. این تفنگ هم به نظرم خیلی خفنه چون ما آتین فایر هم دیگه. اوه فقط موجود زنده این کار میکنه. نه وایس پشمو اینم کار میکنه، زغال میکنه قشنگ. میرسیم به این اصل کاریه. اینو میخوام قشنگ یعنی همه زامبیو بیفتن ها. این تفنگه فکر کنم همتون منتظر این فقط بودید. اینجا کلی زامبی دارن. بیاید دنبالم. خب لا من نمیکشم که خودش این عجیبه. بزنیم با حال باز. بابا خدا این خفن بود. آقا میریم برای تفنگ بعدی که اینه، این TNT پرت میکنه. اینم به نظرم خفنه.
یه مود تفنگ دیگه هم بود، ولی خب تنها چیزی که توش نبود تفنگ بود. قشنگ یعنی داره میزنه، قشنگ داره میچرخونه، دهنشون هم داره سرویس میکنه فلان. دارم من میمیرم. بمیر دیگه. قشنگ اینجا جن دارم میکشم. اینم به نظرم خوب بود. اینم این لول تند اون یکیه. در کل آقا خیلی ممنون تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنل رو دنبال کنید در از این غلطا. پس تا ویدیوهای بعدی بایکنگ. آقا دوستان از گنگستر اومدیم حالا آموزش رو بهتون بدیم. آقا اول بعد همچین دو تا برنامه رو نصب کنید که من همیشه داخل همه سری‌های مودم گفتم این دو تا قشنگ بنویسید مود ماینکرافت داخل گوگل هم براتون میاره. داخل یکی از این دوتا میشید، بعد سرچ کنید اسپک گان، براتون همچین صفحاتی باز میشه در مورد تفنگ و مود و اینجور چیزا. اینه که دیگه اینو دانلود نکنید قشنگ، یعنی اینو دانلود نکنید. شما همینی بود که بهتون گفتم. حالا شاید واسه شما تفنگاش بیاد، حالا اگه خواستید دانلود کنید برید یک کوچولو پایینترش یه همچین چیزی هست، اینو برید دانلود کنید و بعد تفنگتون بعد فعال میشه دیگه. خیلی ممنون گوش کردید تا اینجا. خداحافظ.